نه آوردی آخه اکا بام دریل ما آوردم خودت نبودی در خونه در محکم بودم قد زدم آخه نبودی من نبودم اکا خونه فرزندو هستن اویلم هست نبودی اگه کسی اون درد محکم بود خب بیام اون اکا میگه پورا اکا میگه چی میگیم دیگه آخی چو که الدین میگی وحیما میکنه یا نمود وحیما که میبینیش میگو خیلی اگم خیلی کتازان آیده خیلی مرده که کن بابای خودش هست آخی با زندگیش با گپش هست با چو که چی وحیما کرد گو وحیما میکرد اینا دیدی اینا نگاه فکری چی پیداش گرگنه اون فکر پیدا میشه پیداش اینا نگاه همینو مشاهده که پیدا میشه السلام علیکم سلام علیکم اکا الدین شما نغزه سوزید السلام علیکم بابا شد در اینجا عکس کشیش نگو با کرش اکا الدین چکلی سوزی تینجی برو سوزی دیمون بلام شد کاتگوریار میخیریم باید دست خولی نمیره کنی خوددار برادر میبرم همینجا بگو بگو که دیلک شد باشه بچه میگل کنیم بچه دیلک شد باز کنیم سلافی این کدو کنیم نزدم داد برای نبیرا بود اینا ها کامون اون اینا بیرادو ها که نبیرو خسان بشم اینا با کدو گرفتیم خیلی بسیار ممنون دیگه نغزه کردیم شکر همه اکه جوره خونه میگم شو کرده همین و گفته سگی خونم تعمیر کردم همین خونم بینی های شروع تعمیر کردم اکو این مردک چهار خونگه خیلی ما سه خونگه میگم اکه همین خونه منم تعمیر کردم همین سال بسیار خونه خوشم اومده میگم که خیلی چهار خونگه خیلی زور تعمیر کده اختم تعمیر خوشو کدگه که میبینی دهد میکنه اگه یک گفت سرجون خانه اکه جوره خورن چهار خونگه هم باشه کو با یک خونگه منم میبرویم او چه خیلی که خونگه اینا نمیرونه بوده میگه خیلی گفتی؟ نفهمیدم سه خونگه چو کرد؟ خونه چهار خونگه اخی اگر همین چهار خونگهش همین بسر همین 100 تعریف هم کنه کو یه با همین یک خونگه من نمیرویم نه خود همین یک خونگه تو یک خونگه تو با همین سه خونگه و چهار خونگه برابر باشه زور یک خونگه زور تو اما سه خونگه با تمام عجیب بوده سه خونگه تعمیر کردیم با همین اکا ببینید دهن میکنن نه که وقتی میره خانه مرا میبینی قایل بشی شما دیگه خانه چهار خونگه تو تعریف نمیکنی بخنده همین شما آدم قرش میونی نه چهار خونگه تو نه سه خونگه تو در خانه یک خونگه من راست نمیاد نه که اگر همین راست نیومد کنیم کدرا بریون میکنیم میخریم در اونجا فهمیدی ما اگر همین راست کدرا بریون میکنیم میخریم اونجا آخه چی داره این خونه خود یگان جین داره یا گپ میزنه خطی آدم خونه سمیه جان سمیه سلام بیا خیلی کی نغزی نغزی کیه این جیانچه من جیانچه انا کنی نور خب کنی نه خب اینا میتونی برونه اینا میتونی خونه بار وزه اما کشت من تو بپذیر من تو خونه بار یک کدو بریون میکنیم بده خونه بار انا بینا گرفتار شدیم جیانچه بار نگاه تونی باخت خدا کلام انا رسیدم جرا انا روز میبینیم میبینیم يلا زاك يلا خلي باشو خيستي السلام آفرین سلام اینا همه همسایه ما این دونای آفرین در آمدگاه خانه ما تربیه شو ناز نه تربیه شو بیا لکه الان قریب رسیدیم الان حاضر دلشون جان درکشو یا سلام علیکم هم مردم سوزی سلام اکل شو بیا بگو مهمون رو بیا بگو بیا دلشون جان همسایه من اکل سید اکل جون خون نازه شو اول مهمونو نه خاص دیگه وقت خیلی یا بسم الله یا السلام علیکم واه نه یا خانگه را زوری شدیده نکن زوری؟ او زوریشا در چی بینه؟
یک خانگه هم باشه کو بلاشه گیرم 20 کسا جوشیدگی رحمت کلاک و طلبه مکتب دهمو و لگیر من اوجدم معلمم بر اومده کنی بچه ها اکه بسیم بیرون بر اومده من بچه ها همش ایله گیرن بسیم بیرون بر اومده اکه هم دریا دا بازی کردن خدمت گفتم دریا دا بازی نکن ای مایگیری موندم رحمت رحمت همه کسی رحمت قبلس حضور رحمت آنو تو دیوانه ای تو چی تو؟ با دیوانه نیستم چیکو کار؟ میدونی چی؟ تو چیکو کاری تو میدونی چی؟ چی آخی؟ همین رحمتی پدری من گفته بود که خب؟ نکی کو در او پارتو چی؟ بیا عبید میکنی؟ هیچ خیلی افتا علیکم السلام عزیز حوزیتی چی داره؟ یک مکه خام شوربه داریم، مرغ شوربه داریم، رسانی داریم، لگمن داریم. بعد دیگه نه دویم در کار نیست. دویم میخوره؟ نمیخوره میگم. و گوش کو خام شوربه تو چند پولیه؟ 12 سوم نکه. 12 سوم. گوش کو یک نیم سومی دا دو تا شوربه بیار. نه نداریم. این بارسش 5 سوم نکه. نه 5 سوم در کار نه. ما سره ما همه کم ما آورش بیار بسته ما دیگه چی نبیار. تست کن. میخریم هم خیلی میریم لیلا ای رحمت کندو تازن دودار کندو تازن آفرین یا خودی چی نداره ای دودار بازی آدم‌ها همین بولیونای کو بولیونی مگی میریزن در دنیا اوج شمادگی خوب هستن قطره شوربه آوردن خود زدن گریز من در جوش چرا خوشی خور؟ چرا کسی گوش داره؟ اونش هیچ نداره خواهی چی نداره با مزه هیچ نداره خود گوش داره با مزه ولی دسته رو چپا میکنیم آب خودتا خور آخی درختاش بین چقدر شروع ما هم خود جای زور در خود میخوریم آب چند با مزه نکی درو بچه که خود تمومو نخور خدا چی میکنه خواهد؟ خب دیدی؟ دیدی؟ بکلا
چی خیلی کردی چی بخی که دیگه جون یک نمود متدی به پول خوراک خوردن نفهمیدی؟ فهمیدی که؟ خطا جدی که جدی حفیظان حفیظان Lava aká. جا بیو Aká. این چیه دودر؟ Aşağı. پاشا ما با همون پرنده پاشا خوراک کو با همون مانندو نه؟ بابا چی من ای خدا خودت پاشا آوردی؟ عقل داری؟ برات چه پورتا فایدت که؟ بی عقل کسی گوشش ده قلم موندگی چویا زن تو اومدن چه پورت چویا زن السلام علیکم بکر علیکم السلام تو دیگه کاتینجی داماد اگه میشه خدمت بود بکر خدمت او اکا این چیه؟ های پاشای های خیلی پاشا میگه؟ طبیعت های می پرا پاشا چیکار کنی تو اینجا چی میپرد؟ ما پاشا خوراکیم اکا ای اکا می بخشی خیر کو ای برادر اما یک کنیم سامانی در شوربه آورده ما پاشا داره چی بهتره ما اینجا یک کنیم پاشا سومونی ده او کیا پرسی شروع ما 12 سومونه همون در یک کنیم سامانی در شوربه آورده پاشا داره اکا هم یک کنیم سومون در شروع گرفته ای با دروی همون دما گوشت مرغ بندازم من در هوس چهره خندان تو باشم در بند سری زلفی پریشان تو باشم از لطف سخن گویی من تاخته با سر دو دست به بر گوش به فرمان تو باشم ای گلسنم رو تگردم بینم خود شاعری زور بوده اینه شاعری جوانی خوشرو با خیالم جین در اومده شد دوداری اکش نباید اینا زندگی رو اهمیت دادن در اینا چخنا شد اینا مو دستک میپرچه میدونی دستکش خیلی او برای بالای خونه خرد تزام فقط آینده زندگی در کار میشه قبینه اینا کم ترک بردار الان جوش زدن در کار جوره کم کم میگیره فهمیدی این دوچه توان هم میبره نگاه کوخی اجوره کای سعید جوره میدونه او کای سعید زندگی سوره کندوش زنه دوستی کمنامو ماهی کمنامو السلام علیکم اخی جوره خون نردی همین ما گفتم می مخینا اومده اندو تازه آفرین نسیم جان برو هم دودر اکش این دوستی دیرینه ما اکی جوره خون نسیم جان دودر ما میشناسی این خیلی مسکو ده بوده و اون طرف یعنی کم کم استوگیره یاد داده یاد گیره فقط زندگیش در کار میشه بهترین کار است بیا نسیم جان ای پسی خوراک شد بیا اکی جوره خون بذار اکی جان بذار کنی بسم الله کاری باتون کدام کاش این چیگار نمیشه همون مجنون بیده که تعریف میکنم تکو ولی هر روز بیا تگش دمیشینه من اینجا جوی آب رفته استراحت نسیم جان اینجا بیا دودری اکش بیا تشویش نکاش بیا دودری اکش بیا تشویش نکاش اکا این خیلی گپ نیست بین ما و شما بشکو دودر جان ای پس خوراک شد یک چوی کبوتی خشوی دیگه برای اکی جوره خانی چوی کبوت ها؟ کبوت یا سیاه؟ کبوت یافتن کبوتش هم مبسوط بهتر اکی جوره خانی یک مسئله او وعده کردم که تگی مجنون بید میشینی من جوی آب با یک همسایه زور دارم که حافظ گفتم دیگه و هم حافظ هم غزل خان هم نحت خان همه جیت بهترین اکا چای آور
بیا 1000 رحمت تشویش کشیدیم مخلوق بیا نسیم چه کبوته یا تشویش کشیدیم رحمت 1000 رحمت میگم سعید جان لب بیاکا میگم همه حافظی میگفتگی یگم رپ پپ نخونه من هم استقانم نمیبرداره اگه ما دائمی ریپ گوش کنم ماننده یک هفته بشره میرمی هیچ در تو گیر اگه اجرا کن رحمت امی دویده دعوت میکنم بیا بس صحبت کرده تا خوروخ تر شدن مالش من خیلی شده استراحت کنن گیره نسیم جان اینجا مهمان نگاه کنن گیره دوستان میگم هم یک نماد میخونه که این مهمون من راحت کنده بسیار خیلی مهمون تبش نازوک هست برای همین خیلی خوندم در کار که مهمون تبش نازوک هست اکر بو نرنجه شما ده کنی من مهمونی ما استاد ایسان نه سنجان من همون جای هر وقته او میگن که رو پرو به هست پرو رو پرو ای خوش آمده هر مکسه خوش آمده خب نسیم جان دادر جان مسئله خورو کبین خب استاد اول یک چای کبوت ها راحتی جان انا استاد گفتم کو اکه جوره خان استاد بهترین همه ترانه غزل روبایی نحت میخونه ای باور کنم دلت آو میشه بگو زیق نمیشه ای کجا زیق میشه همین استاد یک تا سرود خونه راحت کنیم همجا خیلی البته آخی استاد برای کنی استاد با چشم یا سرود باشه یا سرود به ما گل برگی روی من خزان گردد مرا هر لحظه و هر روز بیازارد توانی صد توانا را به تو بخشد